جلوی درن. سیاست ما این باید باشه که اینها رو از هم جدا کنیم، به هم نزدیکشون نکنیم. این تشخیص اطلاعات بود، به موقع به مسئولین زیرفت داد، تذکرم داده بود. به هر حال ما در اونجا در مقام مشاوره هستیم، تقسیم هستی با دیگران هست. ولی اگر همون دوستانی هم که عمل کردن و ما هم اعتقاد داریم به وظیفه قانونیشون عمل کردن و هیچ اشکالی در نحوه کارشون نبود، اینا به هر حال باید این موضوع رو دنبال کنن. من 3 موضوع هستش که ربط به این مطلب به ورود دانشگاه داره که خدمت عزیزان عرض کنم. هیچ قانونی ما نداریم، در شورای امنیت هم این بحث شد، هیچ قانونی نداریم که نیرو رو منع کرده باشه به ورود به دانشگاه. این در درجه اول. آیا کوی دانشگاه اصلا جزء دانشگاه محسوب می شود؟ اگر هم محسوب نمیشه، به هر حال ما در تعقیب مجرم رفتیم داخل. 70 نفر از عناصر اصلی رو هم گرفتیم، کسانی که هماهنگ کننده و سردمدار قضیه بودن. نیرو به وظیفه قانونیش عمل کرد. باز اینها اومدن، چیزی که اتفاق افتاد حضور شخصیت هایی که در صحنه دانشگاه وارد شدن و به اسم حمایت از دانشجو جو رو طوری قرار دادن و چهره این آقایون رو موجه جلوه دادن که مطالباتشون زیادتر میشه و باعث شد که باز نیرو درگیر مسائل کوی دانشگاه بشه. ولی در یک کلام من عرض کنم و رشته صحبت رو به برادر ارجمندم جناب آقای مهندس صدرالاسلام بدم، اینی که چه اطلاعات نیروی انتظامی برای پیشبینی چنین وقایعی آمادگی داشت و تذکرات لازم رو داده بود بر اساس تدابیر قبلی که در حوزه اطلاعات ناطق برای مطالعه و تحقیق در زمینه‌هایی که به صورت مقدمه عرض کردم خدمت عزیزان و همه عزیزانم بهش اذعان دارم. و این پیشبینی اطلاعات نیرو درگیر میشه، وارد میشه و مطالب رو به مسئولین انتظامی هم منتقل میکنه، اونها هم به وظیفه قانونیش هم عمل میکنن. خود آقایون هم اینجا اشاره کردن به این مطلب که یک مطلب بسیار پیش پا افتاده ای رو که در وظایف قانونی و شرعی آقایون نیروی انتظامی هم بود که بهش عمل کردن، برای مخدوش کردن و بهره برداری سیاسی از این موضوع اینطور چهره رو خراب کردن. من از اینی که مصدق وقت عزیزان شدم عذرخواهی میکنم و تقاضا دارم که اجازه بدن من بشینم. بله، تشکر. اولین ورود به کوی دانشگاه همونطور که سردار توضیح دادند ساعت 4 صبح شکل میگیره و ادامه همین توضیحی بود که سردار با بلندگو با جمعیت داشت. البته من یه نکته رو ابتدا توضیح بدم. ما سیاستمون در خارج سازمان و شورای امنیت ملی و مطالبی که طرح شد با توجه به اینکه شورا به دستور آقا تشکیل جلسه داده بود و بیانیه شورا هم محصول این کار کمیته تحقیقاتی بود، اگرچه اشکالاتی هم به نوع کار کمیته داشتیم ولی به هر جهت بیانیه رو میپذیریم. ولی در درون خود سازمان هم ناگزیریم که واقعیت هایی رو که تو سیستم بوده است طرح کنیم. بیان واقعیت ها دلیل بر رد بیانیه کمیته تحقیق نیست، ولی الزاماً یک ضرورت است که پرسنل مجموعه اطلاعات ناجا بداند که چه چیزی شکل گرفت. با مصالح ملی تبدیل یک توده عظیم پرخروش دانشجویی به یک جریان ضد انقلابی، لیز خوردن و سر خوردن جریانات خودی به غیر خودی و همه اینا رو میپذیریم. همه ملاحظات سیاسی و امنیت ملی هم که معادله هست میپذیریم، ولی واقعیت این هستش که باید هم بدونیم چه واقعیتی گذشت، چه چیزی شکل گرفت. نکته اول این که این ابهام برای ذهن اطلاعاتی وجود دارد که شکل‌گیری حادثه
صرف نظر از اون خاصی که در رابطه با توقیف روزنامه سلام بود، ولی خود شکل‌گیری حادثه تجمع 200 نفر، شما 5 نفر آدمو که میخواید جمع کنید تو این ناجا، ما شما 200 نفر که خواستیم جمع کنیم، حالا زحمتش بیشتر رو دوش سردار حسین آبادی بوده، آقای جوادی. پدرشون از 2 هفته قبل در اومده، بالا پایین، شکل، امکانات، جلسه، هماهنگی، محصولش شده امروز صبح. تجمع 200 نفر حداقل یک جریان خودجوش اتفاقی، حالا ممکنه لحظه‌ای هم شکل گرفته باشه، اینا این مقدار برای ذهن اطلاعاتی مشکله پذیرشش، ولی باز ما احاله میدیم به بیانیه کمیته تحقیق. بعد از ورود اول که بلادرنگ اشتباه تاریخی نیرو بوده است و نیرو با اون ملاحظه‌ای که معاون اطلاعات ناطق اعلام میکنه حق نداشته وارد کوی دانشگاه بشود، حتی یک سر سوزن و حتی برای قانون و اجرای قانون، ولی به هر جهت این خطا صورت می‌پذیره. اما سوال ما این هستش که آیا این نیرو با اون تعداد محدود گروهانی که از ناطق حرکت کرده بوده، حالا حداکثر 60 نفر، قادر بوده است تا منطقه خوابگاه‌های کوی دانشگاه حرکت کند؟ کل دستگیری‌های 60 تا 70 نفری که در حال ساعت 4 صبح بازداشت میشن، همه بدون استثنا محل دستگیریشون رو همون ابتدای کوی توضیح دادن. نیرو هم وارد شده است، قبول داریم، درب هم شکسته است، قبول داریم، اساس هم جابجا کرده است، قبول داریم، اما واقعا 300 و خورده درب خوابگاه ها رو تک تک شکسته است. چقدر زمان داشته نیرو؟ خود مسئولین دانشگاه، کوی دانشگاه میگن 10 دقیقه، ما در کمیته اعلام کردیم 15 دقیقه. زمان بذارید، ضرب کنید. بنده ساعت 5 صبح بود، 5 و ربع صبح بود که از خواب خوش ما را آقای سردار نجفی بیدار کرد. اول نمیخواستیم جواب بدیم، مجبور شدیم بلند شیم به هوای نماز صبح هم که شده جواب بدیم. گوشی رو برداشتیم دیدیم که آقا توپش پاره، میگه برس به دادمون که اوضاع خرابه. گفتیم چه خرابه؟ گفت دیشب تا درگیری. من گوش دادم، دوباره خوابیدم. دوباره دیدیم که آقا زنگ میزنه، میگه آقا بیا. فرمانده ناطق کنترل خودش رو از دست داده. من قبل از اینکه حرکت کنم با سردار جانشین نیرو تلفنی صحبت کردم. ایشون اعلام کرد که به صحنه برید و من هم میام. بنده ساعت 5 و 45 دقیقه به صحنه رسیدم. کمیته صوتی داشتیم مثل اینکه برای این سمینار. 5 و 45 دقیقه به صحنه رسیدم و ابتدا صحنه حادثه به شکلی بود که در طول مسیر خیابان مقابل کوی دانشگاه فقط گاز اشک‌آور بود در شعاع مثلا حالا 200 متر و سنگ در کف خیابان ها و نیرو هم در تقاطع جلال آل احمد زمینگیر شده بود و کسی هم نمیرفت چون گاز بود. دانشجو هم تو دانشگاه بودن، تو کوی دانشگاه بودن. به اتفاق مدیر اماکن ناطق با ماشین حرکت کردم به سمت بالا و یه چرخی زدم، با ماشین برگشتم. شدت گاز بسیار بالا بود، نتونستیم حتی تو ماشینم که شیشه ها بسته بود برگشتیم پایین. اون موقع هیچ کی تو خیابان، دانشجو هم تو کوی دانشگاه بودن و احتمالاً یه آتش‌های داخل روشن کردن که شدت گاز رو بگیره. به سر چهارراه برگشتیم، سردار جانشین رسیدن. به اتفاق سردار جانشین مجدد حرکت کردیم. یه قدمی که به سمت بالا حرکت کردیم، بالا به نزدیکای درب که رسیدیم صدای خرد شدن شیشه ها از داخل داره میاد. اونجا من به مسئول دفترم جناب سعید زاهدیان گفتم که سریع هماهنگ کن که از صدا سیما بیان، چون شکل حادثه دانشجویی به این شکل اولین بار خود ما هم دانشجو بودیم میخوندیم که تبعاتش چیه بعدش. سردار جانشین هم صدا رو شنیدن، همونجا
درخواست کردیم که صدا و سیما بیاد و بره وارد کوی دانشگاه بشه که تا ساعت 2 بعد از ظهر این اجازه داده نشد از طرف مسئولین کوی دانشگاه. دقایقی که اونجا بریم معاون وزیر علوم اومد، جلسه داشتیم و تقریبا ساعت 6:10 صبح بود که مجددا دانشجوها وارد خیابان شدن که این لحظات رو میتونید ببینید. روشن کنید. در ساعت 4 صبح هنگام ورود نیرو به داخل کوی تعدادی از بسیجی ها و حزب اللهیان حضور داشتند. تعدادی در حدود 15 نفر رو ما شناسایی کردیم. اتفاق وزارت بخشش وزارت بازداشت کرد، بخشش ما که ما در رابطه با تیراندازی اقدام کردیم و فردی که در صحنه فیلم خواهید دید از روی صدای شلیک گلوله شناسایی شد توسط اداره کل اطلاعات و بازداشت شد. کسی خوابش نبره. حالا الان تاریک هست، بذارید الان روشنایی شروع میشه. چند رسید تیراندازی رسید این صحنه تیراندازی نگاه کنید. 3 نفری که به سمت جلو حرکت کردن در عقب نشینی تیراندازی میکنن. این جلوی در بکنید. این فردی که الان نکنید با دست چپ شلیک کرد. 3 تا شلیک این فرد کرد. ما از روی قد و قواره این فرد و عنایت خداوند فرد رو دستگیر کردیم. از عناصر بسیجی بود، منتسب به یکی از گروه‌های موجود حزب الله از وابسته گروه انصار نبود، ولی از به اصطلاح مجموعه حواشی قصه بود. و این لحظه دیگه هوادار روشن میشه، نیرو داره خارج میشه. یعنی مرحله اول ورود ساعت 4 صبح است که داره نیرو خارج میشه. در یک سکوت مرگبار حاکم هست تو فضای کوی دانشگاه. حالا بسیار از دانشجوها خوابن، بعد از این ورود بیدار شدن. خب طبیعی است، دانشجویی که خواب بوده بیدارش میکنی، میری تو خوابگاهش، بعدا میری نیرو اشتباهی هدایت میکنی تو محیط خوابگاه دانشجویی رزمنده ها و خانواده شهدا. محصولشون مسائلی هستش که بعد اتفاق خواهد افتاد. از این ماشین بنزین این ماشین کوکتل‌های تا ساعت 4 صبح رو میکشیدن که نمش مشخص شد. این ساعت 6:10 است که من به شما گفتم دوباره دانشجوها ریختن در داخل خیابان کوی دانشگاه و شروع کردن به چیزین اساس دانشگاه رو آوردن پایین. حالا دیگه صحنه رو نگاه کنید تا مجددا نیرو عملیات دوم خودش رو با اجازه وزیر محترم کشور میگیره، برای پاکسازی خیابان اقدام میکنه. حالا اگه این سندا نبود که وا مصیبت ها به نیرو. تک تک این فیلم ها باعث شده بسیاری از پرسنل تبرئه بشن. نکنید دانشجوها بالای خوابگاه مستقرن الان.
هنوز نمیدونن چی کار کنن. اومدن بیرون